دعوت کویشی نوشیدنی چوی که از طرف حکومت پاکستان نشر شد مردم این کشور را به دو گروه تقسیم کرده است. दो प्यालियां कम कर दें क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार روز 14 ایون در اسلام آباد وزیر نقشه‌گیری و رشد پاکستان احسان اقبال با اشاره به ضرورت کاهش واردات و حفظ ذخیره اسعار خارجی دعوت کرد که هواداران چای روزانه از یک و یا دو پیاله بیشتر ننوشند. او خاطر نشان نمود که چای با اسعار خارجی وارد می شود و حالا کشور مجبور است از خارج قرض گیرد. به قول وزیر این اقدام برای جلوگیری از بحران مالی مطرح شده است. تاجر ولید انصاری همراه با یکی از دوستانش برای شکستن تشنگی به چایخانه سری راه درآمده است. ما مردمی را میدونیم که روزی 5 یا 6 پیاله چای می نوشند. آنها اکثرا در بیرون کار میکنند و وقتی خسته شدند به چایخانه آمده خستگی خود را میبرارند. اگر ما حتی یک پیاله کمتر چای نوشیم وضع اقتصاد و وارداتمون بهبود مییابد. پاکستان به طور عاجل به اسعار خارجی احتیاج دارد. فعلا ذخیره اسعار این کشور تا 9 میلیارد و 200 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است که تنها برای واردات در دوام 45 روز آینده کفایت میکند. ولی بسیاری ها باور ندارند با کاهش چای نوشی وضع کشور تغییر مییابد. مردم ما هیچگاه چای نوشی را کم نمیکند. اگر به آنها گویید که چای نوشی را کم کنید شما باید به آنها تمام مشکل های اقتصاد را هم شرح دهید. من فکر نمی کنم که این عمل باعث تغییر وضعیت شود. सारी चीजें आपको पहले आवाम को बतानी पड़ेंगी तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें फर्क आना होगा. پاکستان با 220 میلیون اهالیش بزرگترین وارد کننده چای در سراسر عالم به شمار می رود. سامانه استاتیستیکا کام که درباره وضع اقتصادی گلوبالی آمار نشر می کند ابراز داشته است که سال 2020 پاکستان با مبلغ 590 میلیون دلار چای خشک وارد کرده است. بالاروی نرخ مواد غذایی و نفت و گاز پاکستان را در حال ناگوار قرار داده است. اخیراً حکومت این کشور واردات تمام نوع‌های مال و کالای زینتی را منع کرد تا حداقل کسر اسعار خارجی را جبران نماید. پول ملی پاکستان به پایین‌ترین قربش در مقابل دلار آمریکا افتید. روز 15 ایون یک دلار آمریکا به 206 روپیه پاکستانی برابر شد. وزارت مالیه پاکستان میگوید با هدف اجرای تقاضای صندوق بین‌المللی پول تقدیم یارانه و یا سوبسیدیا برای جبران بالاروی نرخ مواد سوخت را کاهش می‌دهد. از 26 می به این طرف این بار سوم است که حکومت پاکستان یارانه مواد سوخت را کم می‌کند.